بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه برای بخار دادن این رومیزی یا رو تختیمون دقت کنید. ما کار رو روی پارچه نخی پهن میکنیم و اتوی بخار رو به فاصله 1 تا 2 سانتیمتر از کار میگیریم و فقط بخار بهش میدیم. ببینید، بعد با دست به این شکل این قسمت ها رو پهن میکنیم و میگذاریم کم کم خودش سرد بشه، خب تا به همین شکل بمونه. اگر بعضی از جاهای کار مثل این قسمت ببینید کمی کشیدگی داره، این کار رو بخار میزنیم و به این شکل میکشیمش تا ببینید تا کارمون کامل باز بشه و میذاریم به همین شکل خشک بشه و کامل این قسمت سرد بشه. خب آرزوی بهترینا رو براتون دارم. یا علی مدد اللهم عجل ولی یک الفرج.